باید غصون کرده چرا نه این یکی مثلا در جامعه روی دنیا یکی از مثلا که جامعه رو با پیش میبرد در جای چهارم است در سیاست دنیایی این صنعت است این فرهنگ است البته بسیاری آدمایی هستند که تشکر میگن بسیاری هستند که میگن رحمت بعد صحنه شما که ما سحری بر وقت است بعدی مثلا صحنه شما شوهر من بر وقت میبیاد یک داماد و عروس توی میکنند مسافر نویرش کلون میکنند بعد که نزدش دعوت میکند کمپیره میگه دیدی اکن این پیلی در خدا دو انا اسپاگه نفقه تیلوی زلطوی 500 وقتی بود نفقه تیلوی چه مسافر گفت دست در رو بخونم نمیزنی او هم سرودی من در جوانی باید میخونم کو من نمیمانم میانت کم شد سرخی لب دندانت کم شد انا گفت است رو خدا دو کمپیرم گفت قبول کرد که اینو وقتیم سحر بوندو در خونده در خونه همسایه چی گفته و چی فرانده چی مونده اینه چی مونده و چی گفت باشه که خودش رو برو که گرم چای که چپا کرد چایی که کلیزید پیولای که تایی کش کرد رفت خلاص دوام دارد گپی توی برگشتن میبیو که دیگو تواقی توی تو نرخ چرخ همسایه گو سال حشر آمدیم که اینو داماد نیست انا جانون آواز بلند میکنه طرف خونه داماد عروس که مسافر میگه جوانی جوان مونشینه از پگو سر میکنند نبوده ای پگوش بیسه موی دیگه میگذره هیچ گم نیست به چوری مسافر دفعه بر کرا گرفته گردن گرفتگی و می بپوشید توی دو میگیرد که همین تریزن خیلی بزرگ نمجاق میشه یک نیمی روی عروس میبرا السلام علیکم همه کی تای علیکم بسلام ای آدم روی پیر با تمکین میشوند اما باید با تمکین باشد نصیحت هم میگذار که میورا فهماند که و یعنی بخی خیستن در کردو میگه بچه می ای ساعتی چوری سهر اکته همین خوزی همسای خیسته خیرو داره شما نمیبرو یک کاربار زندگی بینی اگه حضور جوابی جوانه بی فلشکی جوابی کلید مونده گفته اما کی و ای ساعتی چوری سهر خیسته خیرو داره گفته و خوزی همسایه ولی گفته مرا چکه نشو خوزی من به حضور خواه میگن ای جان پدر اول سحرخیزی ضرور ای جان مادر اول سحرخیزی ضرور در روی سخن زبان پرهیزی ضرور خواهی که تو را ثمر دهد عمر عزیز رفتار و کردار مهمیزی ضرور